در پی تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و توافقات اجبس میان دو کشور، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک و در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر میانجیگری میان کابل و اسلام آباد میگوید که امارت اسلامی افغانستان از همه کشورهای جهان از جمله آمریکا در این زمینه قدردانی میکند. آقای مجاهد می‌افزاید امارت اسلامی از هر اقدامی که به پایان این تنش‌ها و تقویت صلح میان افغانستان و پاکستان کمک کند حمایت می‌کند. کشوری که بین افغانستان و پاکستان خواهان روابط خوب است و می‌خواهد تنش‌ها جلوگیری شود و مسالمت آمیز موضوعات حل شود، ما از تلاششان قدردانی می‌کنیم. حتی آمریکا غیر از کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، ایران، کلشان ابراز علاقه کردن و ما از همه تشکر کردیم. آمریکا هم گفت که به جنگ را به پایان میرسان، نگفت چگونه. اگر آنها هم میانجیگری بکنه این کاری بدی نیست، کاری درست است و کار خوب است و ما قدردانی خواهد کردیم. آقای مجاهد همچنان در واکنش به ادعای اخیر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان که حکومت افغانستان را متهم به حمایت از گروه‌های ارس افغان کرد، گفت که افغانستان از هیچ گروه ارس افغان حمایت نمی‌کند. آقای مجاهد اضافه کرد که امارت اسلامی تحریک طالبان پاکستانی را گروه تروریستی نمی‌داند و از آن پشتیبانی نمی‌کند. مجاهد گفت گروه‌های تروریستی از جمله داعش در خاک پاکستان پرورش و تربیت داده می‌شود. داعشی ها بعد از که در افغانستان کوبیده شدن و فرار کردن رفتن با پاکستان پناه بردن. ما معلومات دقیق داریم هم در طرفهای بلوچستان هم در طرفهای خیبر پختونخوا. در دو طرف داعشی ها در مساحت کوهی مراکز ساختن برای خود، از اونجا بعض عملات را هم تنظیم کردن و بعضی مسئولینشان هم که در خواست امارت اسلامی اینجا تذکر داده شده بود در خاک پاکستان زیست دارند. ما هم خواستیم که پاکستان باید او کسایی را به افغانستان بسپاره و یا جلوگیری بکنن. بر صورت یک مشکل است، مشکل منطقوی. آقای مجاهد در این گفتگوی ویژه با تلویزیون یک گفته که افغانستان خواهان روابط نیک بر بنیاد منافع ملی با همه کشورهای جهان می باشد. پاکستان باید از روابط افغانستان ناراحت نشه. افغانستان یک کشور مستقل است، میخواد به اساس منافع خود با کشورها تماس داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، تجارت داشته باشه، پالیسی و دیپلماسی داشته باشه. این به ضرر پاکستان و علیه پاکستان نیست. پاکستان زمان نگران موضوع باشه، اگر خدای نکرده پالیسی و تماس‌های هند و افغانستان کدام ضرری به پاکستان داشته باشه و یا ما هم موقفی را اتخاذ میکنیم که بین هر دو کشور یک پالیسی متوازن باشه. ما نمیخوایم به خاطر پاکستان هندوستان ناراحت بسازیم، من نمیخوایم به خاطر هندوستان پاکستان ناراحت بسازیم. آقای مجاهد همچنان در مورد بازگشایی گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان گفته که بسته ماندن این گذرگاه‌ها به زیان هر دو طرف است و از اسلام آباد خواست تا هر چه زودتر به این چالش‌ها رسیدگی کرده و این گذرگاه‌ها را بازگشایی کند. این در حال است که پیش از این وزیر دفاع پاکستان از بازگشایی گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان در چند ساعت آینده خبر داده بود.